آخوند ملا علی معصومی همدانی که از بزرگان همدان بودن، یه عالم بزرگواری که الان هست، میگم من رفتم خدمت آقا، ایشون گفت خود من تو صحن امیرالمومنین بودم، خود من تو صحن بودم. یه بچه‌ای از این مناره رفته بود بالا و از اون بالا افتاد پایین. مردم یه مرتبه وحشت زده و شوک، یه باربری که بار رو دوشش بود نگاه کرد، گفت بیست. حدود 1 متر مونده بود به زمین که بچه بخوره به زمین، اونجا معلق وایسا. که میگفت بغلش کردن و ریختن رو این شخص باربره. ایشونو کشون خدام اومدن کمک کردن، بردنش یه گوشه. میگه من اونجا بودم، این صحنه رو دیدم. رفتم پیش اون باربره، بهش گفتم چیکار کردی؟ هیچی آقا، یه عمری خدا به من گفت فلان کارو بکن، گفتم چشم. یکی هم من گفتم، خدا گفت چشم. خدا میفرماید انا مطیع من اطاعنی، من مطیع اون کسی هم که اطاعت منو بکنه و تمام عالم رو مطیع او میکنم.